افزایش علاقمندی‌ها به کشت و پرورش درخت پالونیا در تخار. درخت بسیار خوب درخت است، خوب چیز است. شمس خان‌آبادی تنها فرد است در این ولایت تلاش دارد تا کشت و پرورش درخت پالونیا را که به نام درخت پلساز مشهور است ترویج دهد. وی پالونیا را از کشور ازبکستان وارد می سازد و همین اکنون ده‌ها باغدار را در این ولایت مصروف پرورش این درخت کرده است. در حدود 2 میلیون افغانی سرمایه گذاری کردیم. اول که یک ترویج شود برای مردم ما و شما، برای منفعت دهقان ما و شما. دوم دیگه یک ثواب هم شود برای ما که یک دهقان با یک پیسه کم و سرمایه کم میتونه که زود از زمین فقر نجات پیدا بکنه. این درخت‌ها کلش ششمال صفا. در این حال شماری از دهاقین تخار که برای نخستین بار کشت درخت پالونیا را در بخش‌های از شهر طالقان تجربه کردند میگویند آب و هوا و خاک تخار برای پرورش این درخت خیلی مفید است و آن در 4 تا 5 سال به ثمر میرسد و نیز خوبترین درآمد را دارا می باشد. چنار و برشن سفیدار الهی گپی مفت است. فهمیدین در یک سال در یک 7 متر 8 متر میدود. ما ایرا کش کردیم. این دلم است که برشن همین 10 جریب زمین دارم کل اجرا به همین نیاز بگذارانیم. پشتایش چپا میگیریم، علفای داخل جوش میتراشیم، شاخه زنی میکنیم. این کارا را کود میتیم این کارا را میکنیم. بعدیا در قانون پیام ما میست که از زمین درخت بشونن، از زمین استفاده خوب کنن و برشان خوب است. مسئولان در ریاست زراعت تخار هم در حالی که درخت پالونیا را بدیل خوبی برای کشت دیگر درختان بی‌ثمر به خاطر تهیه چوب عنوان میکنند، اما تاکید دارند هر فردی که به خاطر رشد زراعت و دستگیری دهاقین تلاش کند و ای را حمایت خواهند نمود. خوشبختانه برای دهاقین یک زمینه کار البته معیشت بدیل فراهم شده و ریاست محترم زراعت خاصتا امریت منابع طبیعی از هیچ نوع همکاری در زمینه و فراهم نمودن تسهیلات انشالله دریغ نخواهیم ورزید. گفتنی است پالونیا نوعی گیاهی از جنس درختان با رشد سریع است که بیشتر در امریکا، چین و کشورهای آفریقایی کشت و پرورش می شود. این درخت در برابر کم آبی مقاوم بوده و چوب آن در ساخت وسایل و لوازم چوبی استفاده می شود. حجم چوبدهی این درخت در خاک‌های فقیر در 1 هکتار زمین بین 20 متر مکعب و در خاک‌های بسیار غنی تا 55 متر مکعب می باشد.